دوستا قسمی که میبینین ما امروز آمدیم در شهر پلخمری و البته میخوایم که برای بعضی از هموطنان خود یک مقدار پول نقد کمک شویم. پدر جان سلام علیکم. و علیکم السلام. چطور است؟ بخیر جانگی جور است. بخیر است. زندگی بخیر میگذرد؟ خیر باشید. چطور است برای کاروبار؟ شکر است میگذره. رمضان چطور است؟ الهی شکر رمضان هم خوب است برابر فضل خدا. چی کاروبار میکنی کاکا؟ این کراچانی میکنی؟ کراچانی میکنم. امروز چند نفر کار کردی؟ امروز صادقانه برات بگم امروز باید 40 روپیه کار کرده. 40 روپیه. در فامیل چند نفر هستید؟ فامیل 5 نفر نانخور هستیم. تنها کارگر خودت میباشی؟ کارگر خودم هستم، دیگه کسی نیست. خرید 40 افغانی چی شود؟ واقعا مشکل است نیست کاکا؟ مشکل است دیگه. در خانه میره، خانه کرایی و برادر جان میره، روزگار پیشتر آدم خدا میرمان است. نزدیک افطار است دیگه، تقریبا دیگه کار هم نکردی. شاید البته فامیل هم به این امید باشه که یک مقدار بتونه که کار کنه. بله امید است که دیگه نان میاره برای ما. دیگه 40 افغانی چی شود 5 نفس؟ با شکر بهرام چه دیگه نیست، از طرف خداست. در روزی از این بالا دیگه تشویش نکن پدر جان، هیچ کم گپ نیست. ان شاء الله خدا مهربان است. خدا مهربان است. پدر جان خیر، ما برای یک 500 افغانی امروز کمک میشیم. خیر ببینید دیگه البته یعنی 500 افغانی را ما برات میتون پدر ای از طرف چند تا دوست و رفقای ما از کاری زوان کرده، فقط خاص برای خاطر هم نیازمندان میبینیم. خیر ببینید. فقط دعای شما را میخوایم پدر. خیر ببینید برادر، بخیر باشید. تو هم خیر ببینید. خداوند برکت بده. هم کسی که امیر پیسه روان کنه و هم خداوند یا بدا برش بده. خداوند برکت بده. سلامت باش پدر جان. بخیر باش. برای این طرف خورا. خیر ببینید. زنده باش پدر. خیر ببینید. زنده باش. بخیر باش. وقتم خوش. بخیر باش.